گریز سرجاشون من شوخی نمیکنم. فهمیدید شوخی نمیکنم. با من بازی نکنید. یک از سوار می آید. او محافظ است. بله محافظ است. خدایا چی گپ است؟ لوری 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 کام سمرو آلا نجینام جدو حالی برچانه چاره دختران زود مستقی ببرید. من پرانم. خدایا کودک رو پراندن. اون نبیره یکی مسلم است. باقی بروید. امک حمید. باقی بروید. پنهان شوید. پنهان شوید. امک حمید. زودتر. زودتر پنهان شوید. آنها از کجا میبرونم؟ پرانه. دکتر، همه این محافظان پراکنده شوند، وگرنه جسد همه کودکان را یک به یک به نزدت میفرستم. دانسته باش ها؟ در پنج قرص بینونم. حفظ کن کرده نمیتوانم. آنها را پرانده نمیتوانم. طاهر دقت باشه. کردن نمیتواند. طاهر چیکار میکنه؟ باید با اخیر برگردیم. بدام افتاده. یولماز بکن. زود باش یولماز. بخطا. زودتر باش. وقت نداریم یولماز. بخطا ورده. دیلم خیز. زودتر. زودتر باش دیلم. زودتر بیا گفتم. زود میرویم. دخترم، 2 نفر برای بردن برفین آمدن. معلم رقیه اونها را فرستاده است. شما درباره برفین به او گفته بودید؟ بله ما گفتیم. در خانه یک دختری بیمار داریم. اگر ما رویم کی او را نگاه بین میکند؟ او گفت من خودم. ما را معلم رقیه فرستاد. در خانه‌تان دختری بیماری بوده است. برای بردن او آمده. دیگر حاجت به بردن دختر نیست. رفته به معلم گوید که ما از فکرمون گشتیم. نمیرویم. چرا از فکرتون گشتید؟ رفته به معلم گویی که نمیرویم. مایلش ما رفته میگوییم. بگذار معلم رقیه خودش آمده. روید. راه سفید. برفین به خدای. برفین به خدای. باید پیش از آمدن رقیه از اینجا رویم. برفین بدور شو. برفین. اپا او زخم دار است. با این احوال به کجا می روید؟ خواطر نشوید. مادرم شما رو پنهان میکند. نمیفهمی. اینها بیرحمند. میترسم که به شما ضرر میرسونند. فوراً از اینجا رفتنمان لازم. برفین خیز آخر. برفین به خدای. برفین.
زلیخا دخترم آقای مسلم او را باید زودتر باید نقطه تیبی بریم انشالله صحت می شود پسرم خواهش میکنم ندیرم رو نجات بدید باز همین جایم دخترم شما در بیرون انتظار شده تو را یک دقیقه ممکن است؟ خواستم باری دیگر خاطر رسان کنم در مدت کوتاه باید نکاح کنی احوال من را خود دیده ساده فرصت یافتم نکاح میکنیم به من نگر تمام دادرم من با او صحبت میکنم مایلش پسرم در این باره گپ زده بودیم این طور نکن مایلش به نظر رئیس رفته کارهای لازم مرا انجام دی مرا فهمیدی فهمیدم خاله برفین التماس چشمانت را کشو به خدای برفین از اینجا رفتن ما لازم برفین به خدای برفین چشمانت را کشو دخترم صبر کن این یه ندار است خاله جان ما باید از اینجا رویم حاضر می آید شو دخترم نترس من شما را پنهان میکنم شما را هرگز به دست آن معلمه نابکار نمیدم مادر جان اکنون چیکار نمیدونم برفین التماس چشمانت را کشو برفین به خدای برفین مرده است در سندها نیز مرده است نوشته شده است در این احوال نکاح کردن ممکن هیچ مانع برای این نیست هر قدر زود شود همان قدر خوب می شود میدونم مشکلی زیاد داری لیکن که میدونه چی می شود هر چی زودتر نکاح کردنتان لازم چی شد؟ بس کن دخترم گریه نکن البته این کار خیلی دشوار است کی میخواهد یک زن حامله رو به نکاحش درآورد های زیلن این چی کاری کرده بود شد اکنون داد نزن البته یکان علاجش رو مییابی خاله به خدا پشیمانم تمام دخترم گریه نکن من رفته با یلماس گپ زنم یلماس پسرم میدونم که تماما راضی نیستی لیکن قول دادی آخر خاله مرا حسیات فرا گرفته است گویا برفین زنده است و روزی به نزدمان برمیگردد مرا نمیگویی پسرم او را دایم در نزدم حس میکنم لیکن برفین مرده است یلماس پسرم کنی گوی بچی خلاص آمدی؟ سندها را آماده کنید این بیگاه نکاح میکنیم مبارک شود برفین کشو چشمانت را کشو آخر خدا را شکر به خود آمدی به من دست نرسان برفین این منم دیلوی اپت دیلوی دوگانت من تو رو نمیشناسم برفین به من نرس گفتم
برفین با تو چی شده است؟ چرا این طرح میکنی برفین؟ خاله جان با او چی شده است؟ او را در یک غار بیهوش یافتیم. لباسهایش سوخته بودند. بیچاره پریشان حال می نمود. معلوم بود که از سوختار برآمده بود. چند روز باش بیهوش بود دخترم. وقتی به هوش آمد بیچاره هیچ چیز را در خاطر نداشت. برفین خواهرم به خاطر اور خاله زلال رو اکای طاهرت رو شوهرت یلمز رو به خاطر اور مرا با حالم گذاره. برفین نیست. برفین 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 نیست. ندارم سیاه می شود. من کاری از دستم آماده رو کردم. امیدمون تنها به خدا است. خدا جزایشان رو دید. چرا او را کشته؟ رزیلان به ناموسان. موسا دمت را گیر. حالا هم از دکتر حرف و صدای نبرآمد. وقتتان به آخر میرسد. و من یک خواهشمند لازم. کدامتان مردن میخواهید؟ کدامتان؟ سینا خماندان، من از قرارگاه مرکزی آمدم. پدر جان. پسرم کنیست یک طرف سرده اینجا بره. حسن رو رها کن سینا خماندان. قول میدم که هر چی بتوانم را میکنم. ابلهی به ناموس پسرت را با مکتب میفرستی و باز زاری و التجا میکنی. اگر من نگفته بودم که فرزندانتان را با مکتب نفرستید گیرید پسرش را گرفته برید قربانی. البته معلوم شد. این کارو نکن سینا، التجا میکنم پسرم را نکش. راه گردم جنگاوری حقی بودن را نشان ده. دکتر یک ساعت دیگر مونده دارد یا آمده تسلیم شود یا ای که تو قاتل پسرت میشوی. تو مرا فهمیدی. پیشترا راگر زودتر. باید یکون کار کنیم. آخرت فرزندانمون آخر چی میشه؟ درست میگی. دکتر ما فرزندانمون را به تو سپرده بودیم. فرزند چی میشود؟ چی میشود؟ یک تاشون پروندن. پسرش را گرفتم بخواهی. پسرم را کی نجات دید که افغان زد. کی را نجات بدهد؟ دهید که تشکیلات شاخه نمیکند. آنها را شنیدی دکتر؟ مردم از محافظان بیزارند. سرداران قبیله ها هم نمیخواهند. همینطور نه آقایان، همینطور نه. گل زنید آخر گل زنید. دکتر با این یک رویه کودکان زیادی را از دست شما چی ها میگویید؟ میخواهید که سلاح‌هایمان را پرداخته به تشکیلات تسلیم شویم؟ ما هم تسلیم شدن نمیخواهیم، لیکن چاره‌ای دیگر داریم مگر؟ اگر تسلیم شویم همه چیز به آخر میرسد. همین قدر کوششمان بیهوده میشود.
میخواهید همه گویند که ما از تشکیلات ترسیده تسلیم شدیم؟ حیات کودکان زیر خطر است پسرم طاهر. آنها بیرحمند. دیدی که بی‌ناموس‌ها حتی به یک کودک خردسال رحم نکردند. به غیر از سر آوردن چاره دیگر نداریم. گوش کن دکتر، اگر همین طور یک روی کردن گیری جسدی زیاد رو به نظر میفرستند. دانسته باش. گوش نمیکنن. چرا گوش نمیکنن؟ راست میگوید. چیزی میگوین. نادرست میگویم ها؟ نادرست میگویم. لیکن به من گوش نمیکنن. الدو عاقبت این کار چی میشده باشد؟ چی شدنش معلوم. آقای دکتر دیگر علاج ندارم. مجبورم. اگر محافظان تسلیم شوند حالمون بدتر میشود. خدا نمیدونم قزبون. اکنون چی میشود مادر جان؟ من چیکار کنم؟ با من خیلی دشوار است. آرام شو. مادر خونی زیاد ریزاندن. با مردم ظلم ستم زیاد کردن. من باشم هیچ کار کردن نتوانستم. قوتمان از دست رفت مادر، از دست رفت. کودکان در دستشون. از دستی تو چی میگوید پسرم؟ با تشکیلات سر به سر شدن آسان است مگر؟ مجبورم که به شرطشان راضی شوم. چاره دیگر ندارم. چه کار میکنی رجب؟ نکن رجب برو نپرا. خواهش میکنم نپرا. پس تلاوت را رجب فردا گفتم نپرا رجب نپرا. خیلی تماشا باب. با جناب سباکی رفته خبر میدهد. برگفتم کنی بر مانده. البته نفری یافت می شود. برفین برفین با من نزدیک نشو نترس برفین با تو ضرر نمیرسونم. نزدیک نشو چی در با تو باور کنم. برفین با من باور کن. من خواهر یول نزم التماس به خاطر
هیچ چیز رو در خاطر ندارم. تنها یلماز گفته داد زدنم رو در خاطر دارم، لیکن کی بودنش رو نمیدونم. یلماز شوهرت است برفین، به خاطر اور مثل پیشترم میشوی. لیکن هرچی زودتر از اینجا رفتنم لازم، وگرنه معلم رقیه ما رو میوبد. بیا برفین، بیا از اینجا رویم. ما رو به کجا میبری؟ به دیهامون، به نزد مادرت، اکات و شوهرت میبرم. تو رو به نزد یلماز میبرم. بیا رفتیم. لیکن اول باید به نزد خاله نازی رویم تا از ما خواطر نشوند. بیا رفتیم. زود باش. یعنی ما رو دشمن دولت نشان میکردند ها؟ کاری کرده این معلمه رو بینید؟ خداوند ما را نگاه داشت. بله. انشالله دیلو اون دختر رو مییابد. انشالله دخترم، انشالله. انا اومدند. معلمه رقیه؟ چی میخواهی؟ با من گفتن رفتن نمیخواهید؟ باور نکرده خودم خسته اومدم. میتوانی باور کنی ما نمیرویم برو از خانم. خونه. برو برو چرا؟ برو بیرون برو. برو با تو رو از اینجا نمیفهمی. ما با هیچ کجا نمیرویم. شما چی میگید؟ رو از اینجا. شما دیوانه شدید مگر؟ چکل انسان بودنت رو ما فهمیدیم معلمه. از اینجا رو. چرا شما با من چونی رفتار میکنید؟ بهوده خودت رو عذاب نده. دیگر ما رو فریب داده نمیتوانی. با خدا رفته از بالای شکایت بکنم، فهمیدی؟ کوشید آنها رو. از اینجا گریز زودتر. دارد آنها رو. بگریزن. ایست جون. سردیه. ایست بگویم. نرجم از جایات. شما چیکار میکنه؟ خدا ناتاشو سرده دخترانم رو. سرده گفتم. میرکشم. درشمه. ایواز. او را دار میگریزد. زودتر. سحر ایست خدایا. با اینجا اومده. ایست از جوات نجوم. زودتر گریز اینجا. نجوم ایست. این رو دار زیر کن. آنها با اینجا اومده. گریزت میگوید بیا گریزیم. برفین گریز برفین.
رجب نپران. 10 دقیقه آخر. نکن میگویم. آران نپران. هارون. خب بر سرت رجب. تو چی کار میکنی رجب؟ نپرمه. بلند را زیر کن ابله، وگرنه همتان رو میکشم. هارون ابله. هارون گفتم. هارون. نپران. چی خبر جناب سبا؟ من در دهه آبی کلانم. محافظان سلاحهایشان را سپاریدند سنان. همه محافظان پراکنده شدند. بدونی که در نزدم ایستاده است دکتر. بیچاره پریشان حال می‌نماید. حالش خیلی بد است. بیتاری نابکار، گمان کردی که با من زید برآمده میتوانی. یراق اسلحه رو به مرکز میفرستم. تو باشه اسیران رو آماده کن سینان. فهمیدی؟ خیر میلش سینان. خیر. آماده جناب. شما رفتن گیرید. خواب شده است. فهمیدی. رئیس اینجا بیا. لبه جناب، گوشم به شما. گوش کن. وقتی که از بالا زنگ زدن من به تو زنگ بزنم رفته اسیران رو میاری. خیر تو باز دید. رفته. انسانی خوشطالعه بوده ای. به من ده. به خاطر این خوشخبر ترا عفو میکنم. ترا بخشیدم، لیکن با اهلی آیله در اینجا میمانید. دیگر به ده بر نمیگردید. کنه روید، از پسی کارتان شوید. پسرم. مادر جان. پسر جانم. مادر جان بیاید از اینجا ها میرویم. میرویم از اینجا ها میرویم پسرم. دکتر و محافظان همه سلاحهایشان را با ما سپردند آقای فؤاد. خوشبختانه با کمک شما همه محافظان پراکنده شدند. کودکان رو همراه نمودی، نامردی کردی سینان. چه نامردی ابله؟ عقلم را کار فرمودم. عقلم را. من به جای تسلیم شدن مرگ را انتخاب میکنم. فراموش نکن. مرگ را؟ اگر در آرزوی مرگ باشی وقت و ساعتش میرسد، لیکن امروز نمیشود. امروز تعبم بالیده است. با فکرت محافظان تسلیم میشوند باطن؟ گمان نمیکنم. رفیقان، همه محافظان پراکنده شدند. دکتر تسلیم شد. آفرین، کاری خیلی خوب کردی سینان. کاری خوب نه، کاری بزرگ دکتر یلدوز. کاری بزرگ، کاری بزرگ. با تام کماندان
تو هیچ چیز نمیگویی؟ چه گویم سینان؟ بختت بلندی کرد. بخت گفتی؟ بخت نه، عقل بوتن قماندان، عقل. سینان قماندان محافظان را پراکنده نمود. این خبر در همه جا پهن میگردد. بسیار واهمه نکن. فیل از اشتر بزرگتر است. بله راست میگویی بوتن قماندان، راست میگویی. از این پس فیل من. گپ زن. همشیره را در کجا نگاه می‌داری؟ حاضر به نزد میروم. بوتن قماندان، چی میخواهی سینان؟ سفرها بخیر. من باید روم. معلم رقیه زنگ زد همشیر را دستگیر کرده است. در کجا پنهان کرده است؟ در خانه‌اش. رفته همشیر را به قتل میرسانم. لیکن پیش از کشتن چی طور از دست شوقی گریختنش را با او کی کمک کردش را میفهمم. بعد از اون از پی اون بی‌ناموس میشوم. بوتن قماندان، من به مرکز میروم. اگر خواهی یک باره همشیره را با خود میبرم. آن طرفش را خودت حل کن. بین هم دیگر چیزی نمیماند. فقط یراق و اسلحه و پلها را میبری و خلاص. کار را کردی تا آخر کن. برای چی من را همراه میکنی؟ مایلش من حل میکنم. خیر برای کار. مایلش. وقتی گپ در باره همشیره رود به مرکز سفر کردن میخواهی سینان؟ با خیر است؟ دیگر گپ نزن ایتین. خاموشی است. رو اسیران را رها کن. زود باش. رو. خوش. بوتن برای بردنت میوید همشیره؟ مدام بوتن برای بردنت میوید برایشون خیلی مهمی. بهوده روی گریز نکوبید. اینها کیستند؟ آدمان تشکیلاتن برفین. از ما چی میخواهند؟ خون میخواهند برفین. خون مردم رو، خون نزدیکانمان رو میخواهند. برای همین اینقدر کوشش دارند. لیکن ما با اونها هیچ کار نکردیم. چرا این طور میکنند؟ آه برفین، آه. خدایا او هیچ چیز رو در خاطر ندارد. یومس برفین من مردم. برفین اکا جان چرا داد میزنید؟
خواب دیدم. من اپای دیلا و ینگم برفین و خیلی پزمان شدم. آنها نستن گفتن شما با اپای زیلان خانه‌دار میشوید. من او را نمیخواهم. او به من معقول نیست. شما با او خانه‌دار نشوید. کی گفت که من با او خانه‌دار میشم؟ اپای زیلان حال در آشخانه است. تو در اینجا چیکار میکنی؟ یلماز گرسنه‌ای گفته برایت خوراک بخور. نمیخواهم. نمیخواهم گفتم. بابا نگر، نکاح کردنمون خطاست. ما کاری خطا میکنیم، فهمیدی؟ کاری خطا میکنیم. این کار خطاست. این کار نادرست است. من از فکرم گشتم. با تو خانه‌دار نمیشوم. چی شد؟ این کار نمیشود خاله. کوششتان بیفایده است. یلماز مرا نمیگیرد. گریه نکن دخترم. البته یگان علاجش را مییابیم. خواطر نشو. گذر. تو رفته در خانه استراحت کن. من حاضر میگویم. شو شد؟ گریه نکن. بیبی حجر، شما چی حال دارید؟ آزادانه نفس کشیده میتوانید؟ خدا از تو راضی باشد پسرم. فؤاد شما رو با بیمارخانه فرستادنی بود، اما بله پسرم، وضعیت را میدونم. خلیل خیانت کرد. انشاءالله خطاگیش را فهمیده است. به خاطر پول این کار را کرد. کاری خوب میکنم گفته و کاری نادرست دست زد. خنیگه احوال نبیره آقای مسلم چه خیل است؟ خوب، لیکن بیهوش است. پس از یک چند ساعت به هوش میآید. خلیل با فکرش کاری درست کرده است. دلم به حالش میسوزد. زیر نشید بیبی حجر، من همش را آماده کردم. کاری کرده کودک رو میفرستم انشالله. آمدم آقای طاهر. مالش صفا کودک را با شر میبرد. خداوند را حفظ کند پسرم. و در اون کسی ندراید. خوب شده است. زود یک چند می نگیر. آنها را می گرونیم. در کجا گرونم قماندان؟ در مکانی که باید کودکان را سپاریم، در وادی ماران. با کودکان چی می شود قماندان؟ هم سربازان و هم سرداران قبیله ها نیز هلاک خواهند شد. آخرین از خاموشی است. به من گوش کن. بار دیگر سوال نده. نقشه‌ات را برباد میدهم سینان، کنی بینم فیلم شدی یا میمون. با من دروغ گفتید. اما این کودکان رو کشتن میخواهید. با کجا میروی ابله؟ اینی مدت است رجب. بیا گریخته رویم. آینده حسن رو هم نسوزانیم. خدا دیدی که قاتلن، خونخوارن. از اینها فایده نیست.
راست میگویی راست، ولی به کجا میرویم؟ بیا به دولت تسلیم میشویم. دولت ما را صاحبی میکند. همه جا رو گفتم نبودی. بعد فکر کردم که شاید در همینجا باشه. به زیارت برفین آمدم خاله. من هم نمیخواهم، لیکن دیگر برفین بر نمیگردم. طرفی خوبی کارا فکر کن یلماز. تو سببی از مرگ نجات یافتنی زیلند شدی. تو رو نجات دادی پسرم، لیکن این کارت درست نیست. بیچاره دختر زیق می شود. آخر گناه است، گناه است. من برفینا در خوابم دیدم خاله زیلان. برفین نمرده است. من دایم او را در خواب میبینم. خواب میبینم که زنده است. با او صحبت میکنم، سرش را سیله کرده او را بوسه میکنم، لیکن میدونم که این خواب است پسرم. انا ببین برفین در زیر این خواب. خائنان را دوست نمی‌دارم. یاری ده برادر، فورم بده هایی رفتیم. کلان گناه است رجب، اگر یاری نده میمیرد. رفتنم لازم. بیا خیز بیا. آقای دکتر خلیل ما اصلا دارون گریخته. هنگامی گریختن او رو در راه یافتیم، به نزد شما آوردیم. تو رو پراندند. مرا یک سو گذار دکتر، رفته دیگران را نجات دهید. کی رو به قتل میرسانند؟ کودکان را. همراهی پدر و مادرانشان در وادی موران مینه میگذارند دکتر. همه را هلاک میکنند. اول باید خونرویت رو من کنم خلیل. تو اینجا را دار؟ خوب شد است. من حاضر می آیم. این از آن من. این شاید باشد از ما. من همین قدر. از اونم این قدر. بیا دیگر ندارم. دکتر آمده اینجا چیکار میکند؟ نگره دکتر میآید. آقایان گوش کنید. نمیدونم. رفیقان ایستید. برای گرفتن کودکان نروید. ایستید. تو چه ها میگویی دکتر؟ سلاحداران دام گذاشتند.
هم شما را و هم کودکان را به قتل میرسانند. تو از کجا میدانی پسرم دکتر؟ خلیل از قرارگاه گریخته است، او را مجبور به اینجا آورده. نه خود به سخن یک خائن باور کنی طاهر. خواسته تشکیلات رو به جا آوردیم، امداد رو هم جمع کردیم، همه چیز آماده است. باز چرا آنها این کارو میکردند؟ گرچند خواسته هایشون را به جا آورده باشید هم با آنها باور نکنید. شما هم حیات خود و هم حیات فرزندانتان را زیر خطر میگذارید. و شما دام گذاشتن آقای مسلم. آخر با نشستن یگان کار حل نمی شود پسرم. باید رفته کودکانمون رو گیریم. ما رو از راهمون نگردان دکتر. شینید آروم شوید. برادران شینید. گوش کنید. از روی یک روی این دکتر باز جسد چند کودک رو میگیریم. پیش از اون که باز آدمان دیگر رو از راه زند پیش راهش رو گیریم. چیکار کنیم رئیس؟ من راهش رو میدونم، اما شما مرا با این همراه نکنید. مایلش. عبدو تو برای چی بیرون برآمدی؟ آقای طاهر خیلی غمگین است قزمان. طاقتی دیدن او را در چنین حال ندارم. باز صحت شدم گفته به دختران یک خوراک میارند در آن نکشویی. همش رو خودم میکنم. تو چیا میگویی قزمان؟ اکنون алдوی محافظ نیست، алдوی چوپان است. من به کی لازمم؟ وای گپ رو بینیده برای به دختران خودنمایی کردن محافظ شده بودی ها؟ من تو رو میکشم. خزبان شکر که در همین جایی. بخیر است آقای طاهر یا اینکه یگان واقعه شده است؟ بله خزبان، زود رفته یلماز و عمک حمید رو یا سلاح‌های در انبار پنهان کرده ما را برآورند. محافظان همه جا ملش خوب شده است. دستم رو سردی آخر سردی. قزمان ای دختر ای آخر دستم رو سردی. عبدو بس کن. وای در انبار سلاح ها را پنهان کردند. آنها آمدند برزن. اگر تو نمی بودی، اگر تو با زیلن خاندار شدن را قبول نمی کردی، زیلن حالا مرده بود. از این پس زیلن غلام و خدمتگار تو می شود. غلام و خدمتگار شدنش شرط نیست. بس است اکنون هر چیز زودتر این کار را به آخر رسانیم. رئیس آماده نکاح میکند، شما آماده شوید. اگر گرسنه باشی خوراک تیار است. گوش کن زیلن، من با تو خاندار می شوم، اما تو دانسته باش که این تنها برای رسمیت است و خلاص. ما در یک حجره و در یک جایگاه نمی خوابیم، فهما؟ میدونم یلماز. از آقای دکتر خبر آوردم. بخیر است خزمان؟ همه سلاح‌های پنهان کرده باید برآورده شوند. در انبار هم سلاح پنهان کردن. محافظان را خبر میکنم که در انبار جمع شوند. برای چی؟ چی شده است خزمان؟ نمیدونم. من به نزد عمک حمید میروم. بایلش. با شما چی شد؟ با ما میروی دکتر. شما خطا میکنید. ما کارمون را میدانیم دکتر. بیا 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 راه گرد. بیا راه گرد.
پسرم برای انتظار شو. بیایید امک حامد. بیایید. خدایا سلاح ها نیستند. این سلاح ها کجا شده باشند؟ شاید طاهر گرفته است. بیا رفتیم. خواهش میکنم برادران با اونجا نروید با اونجا. تو به ما دخالت نکن دکتر. به تو یک مراتب باور کردیم بس است. دیگر فرزندانمون نمیمیرند و این اجازت نمیدیم. برادران خطا میکنید. نروید بدون میافتید. آقایان همتون رو میکشند. کش زودتر آنها رو ببینم. شاید به خاطر آنها. وقتی که تو رو ببینن آنها خیلی خرسند میشوند برفین. شاید دیدن نتوانند. کی میداند که این آدمانی بعد با ما چیکار میکنند؟ چی گپ شد؟ صدای تیر است. نفر می آید. همشیره دیلا. این سینون است. در همین جایی. در همین جا سینون. سینون کیست؟ انسانی خوب است. برای نجاتی ما آمدند. با من ضرر نمیرساند. چرا؟ اما باید تو را نبیند برفین. او از آدمانی بد است. دشمنی توست. ایستا. بیا در اینجا پنهان شو. درو. خوب هستی؟ و تو ضرر نرساندن نه؟ خدا رو شکر خوبم سینون. من رو چی طوری افتی؟ در اینجا نیست. از پس من بیا زودتر. با تو یک دختر بوده است. او را بردند. خیر میلش. کنی زودتر بیا میرویم. بیا. این آدم آن را کشتنت شرط بود؟ مرا میشناختند همشیره. رقیه در کجاست؟ نیست. بیا رفتیم. بیا گلا وقتمان تنگ است. بیا زودتر. دکتر زیلان شما رو برای چی محکم کردن؟ با من بیا. خدایا او در کجا باشد؟ پسرم در کجا بودی؟ خواطر شدم طاهر. تشکیلات دم بزرگی آماده کرده است. باید پیش از مردم ده کودکان را رها کنیم. یا خدایا سلاح‌های ما نمی‌خواد است. نمیدونم. تو نگرفته ای؟ ما فکر کردم که تو گرفته ای. من نگرفتم. در این ده جاسوس است. تنها هر سه ما رفته میتوانیم. انا این تپانچه مرا گیر. یک نفر دیگر هم رفته میتواند. من میروم. زیلان تو چرا با همه چیز دخالت میکنی؟ من روی نزدیکترین رو به قرارگاه میدونم. مایلش باید زودتر رویم. باید پیش از آنها به نزدیک خدا مددگارتون باشه پسرم. همه مینه ها آمادند؟ این آخرینش است قماندان. تو نوبتداری است. خوب شد از قماندان.
کودکان با والدانشان در بین مینه ها واخوری میکنند. کاری تو هم تمام میشود سینان. بیا به اینجا گذر. بیا گذر. اینجا بی خطر است. یک دو روز همین جایی است. برای چی بده هم باید نروم؟ با باتن میگویم که تو را جستجو کردم. اگر حاضر روی شبه میکنند. مایلش من رفته یگان چیز برای خوردنت بیارم. با دقت باش. نوبدارانشون زیاد نیستند؟ سلاح را پرتاختیم گفته آسوده شدند. آخر هر چورمون به این قرارگاه هجوم کردن نمیتوانیم. برای کودکان را نجات دادن باید از دکتر سلیمه کمک طلب کنیم. به دست میافتیم. دیگر چوره‌ای نداریم. آخر ناممکن است دکتر را از کجا میابی ها؟ جایش را میدونم اما که امید. شما در اینجا ایستید. اگر یگان چیز شد شما ما رو محافظت میکنید. خدا مددگارتان. خدا مددگارتان. سلیمه. طاهر؟ داد نزن سلیمه، خاموش. در اینجا چی میکوبی طاهر؟ بنازی تو برای کمک اومدم سلیمه. تو دیوانه شده ای چی خیلی کمک؟ باتن خماندان دیوانه شده است. در گذرگاه مینه خوابانیده کودکان را ترکاندن میخواهد. باتن دیوانه ای تیار است. از دستش میآید. این کودکان بیگناه به خاطر شما میمیرند. آن دعوایی که شما محبت و صلحش مینامیدید کجاست؟ کودکان چی گناه دارند سلیمه؟ کودکان را کشته شما چی را به دست می آورید؟ من به تو کمک میکنم طاهر، اما این آخرین بار، چون که از تو یک جان قرض دارم. آن را برابر میکنم. روز 1 دکامبر ساعت 11:00 کنسرت سال نوی در ناحیه حصار. در سال ویترینا با اشتراک سرنده‌های جوان شهزاده دوران. داری جان چشمان تو منازه دل من با عشق تو میبازه خوش بهادری قفورزاد. ایرامی در بینی خوبا تو بی باهمی شبنمی صابدی. این نصیبی این دل جانم بیده نگاهی عاشقانه سر سفره خانه در اون چشمانی مسته باید بله خریدی برگزار میگردم. تلفن ها 904 28 65 65 988 30 64 64. یک جهان محبت، یک دنیا صداقت، یک عالم مهر با دعای مادر. البوم نخستین سلیم امیرعلی با نام دعای مادر. سلیم امیرعلی آنه که دعای مادر گرفته، آنه که با حس نجیب عشق را شناخته. سلیم امیرعلی خوش صدا، خوش آهنگ. البوم دعای مادر را استودیوی نازنین تقدیم شما می سازد. فرمایشات با تلفن 988 91 74 75. دعای مادر، آیات پاک آسمانی. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. می دورید سیما مجنون بدترم کرد آی جانت نفیدایت نکنم یار نترس در سایه ای گل نشین از خار نترس انا جانت در حسرتیش گذارم نکنی در حسرتیش گذارم نکنی چی ندانی زغم های دلی من خدا جان الهی وای من اینو
پیراهه تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.